من قبلا بارها توضیح دادم که زبان رسمی کشور رو قدرت سیاسی تعیین میکنه. مثلا تو ایران زبان رسمی فارسیه. حالا فعلا اون بحث تاریخی جایگاه فارسی رو بذاریم کنار. زبان رسمی فارسیه و چند صد ساله که پایتخت سیاسی کشور تهرانه. در نتیجه اغلب آدم‌ها از شهرهای مختلف، از استانهای مختلف دلشون میخواد که به فارسی تهرونی صحبت بکنن که خودشون رو از نظر اجتماعی در جایگاه بالاتری قرار بدن و احتمالاً مثلا موقعیت‌های کاری بیشتری گیرشون بیاد، بیشتر پذیرفته بشن. و حالا در کنار این رو هم در نظر بگیرید که شما توی اغلب فیلم‌ها و سریال‌هاتون شخصیت‌های تهرونی، شخصیت‌های بازاری، تاجر با کلاس، خوشتیپ، درس خونده، مثلا همه چی تمومن و بقیه آدم‌های این کشور یه چوب بهشون زده میشه، اونم چوب شهرستانی بودنه، یعنی یا تهران یا شهرستان، یعنی همه در یک ظرف شهرستانی قرار میگیرن و اون شخصیت‌ها اغلب لهجه دارن، به گویش خودشون صحبت میکنن، از نظر فکری، از نظر شخصیتی مثلا خدا ترسترن، اعتقاداتشون قوی تره، قربانیان، ضعیفن، مظلومن، شارلاتان نیستن. معمولا اینطوریه دیگه. خنگن، میدونی مثلا توی سریال مثل پایتخت در نظر بگیرین، شخصیت های مازندرانیش خنگن، احمقن، ابلهن و شخصیت باسوادش اون تهرانی است، اون هما هست. یا مثلا تو همون سریال مهران مدیری هم در نظر بگیرین، اون کیانوشی که از تهران میره توی شهر دیگه اون باسواد است، بقیه همشون احمق ترین آدمای روی زمینن. خب همه این تاریخ رو که کنار هم بذارین، نتیجهش میشه همین که همه میخوان تهرونی صحبت بکنن و همه میخوان اون زبان و گویش و لهجه خودشون رو از بین ببرن. بریم به یک کشوری مثل نروژ که گونه های زبانی متفاوتی اونجا صحبت میشه مثل هر جای دیگه، ولی از نظر نرم یا هنجار اجتماعی توی نروژ این که آدم ها به گویش خودشون صحبت بکنن کاملا پذیرفته شده است و اصلا اینطوری نیست که آدم ها بخوان به گونه زبانی رایج در اسلو صحبت بکنن و این برای خودشون خیلی جالبه. یعنی انگار دولت داره مردم رو تشویق میکنه که گویش خودت رو از دست نده، گویش خودت رو حذف نکن به خاطر اینکه به نروژی معیار یا استاندارد صحبت بکنی. اون چیزی که گروه قومی خودت بهش صحبت میکنه، به اون زبان صحبت میکنه، از اون گونه زبانی استفاده بکن. ببینید از این وضعیت تو ایران تا اون وضعیت تو نروژ چقدر فاصله هست.